مسئولین کشور جانیان مباشرین جنایتن. امروز به معنای حقیقی کلمه قدرت طلبی ها، خودخواهی ها، وابستگی ها، فسادها، این کار اولی است که بایستی انجام بگیرد. به دولت‌های مسلمان از همینجا، سفرای دولت‌های مسلمان اینجا حضور دارند، از همینجا میگیم بیایید در این قضیه همدست بشیم، با هم کار کنیم. عظما ببین چه کار کردی که این طفلی بدبخت بیچاره بسیجیه گیج شده، داره آسمون ریسمون رو نگاه میکنه برای خودش. تو گیج نشو بسیجی، الان خودم برای توضیح میدم، ساده، شیک، با دوام، بسیجی فهم. برای همین اینجا هستم. عظما من آورده که با این آقایون اراذل و اوباش یه مقدار نصیحت را بندازم که نظام جر و واجر نشه. ولی قبلش من یه چیزی به مقام عظما بگم این وسط. یه نکته ای که این درخواستی که عظما برای همدستی با کشور عربی داری میدی، یهو میزنن تو ذوق تا من گفته باشم، نکنه یه وقت دست من در بره از اون پیام عربیا بدی که اون دفعه دادی بیابرو کردی همه نظامو. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن از بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت دبی، تو رستوران گفت الکباب، براش کباب آوردن. گفت پیاز، پیاز هم آوردن براش. گفت البرنج، برنج هم آوردن. گفت به به چقدر خوبه که آدم عربی مسلط باشه. گارسونه برگشت گفت شوت مشنگ، اگه من ایرانی نبودم، فارسی بلد نبودم، اینجا الکوفت هم بد نمیدادن. برگردیم به بحث بسیجی فهم، بحث جام زهرا که خب فوت آبین، چون که براتون چند بار گفتم بالاخره الان معلوم شده که باید اون گیلاس زهر رو ایشون کامل بره بالا. همین زده تو سر عظما که دیگه کسی حرفشو گوش نمیکنه. دیگه توی بسیجی هم داری این طرف و اون طرف رو نگاه میکنی. رفتن تو مذاکرات یه داستانه، تموم کردن و بیرون کشیدن یه داستان دیگه است. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه با ماشین رفت مسافرت و برگشت. بهش گفتن راحت رفتی و اومدی خوب بود؟ گفت والا موقع رفتن خوب بود، اما موقع برگشتن تا اینجا گردنم خوش شد. حالا بود به حال سران سه قوه نظام هم امروز اینجا باشن. ما متا خودمون به روحانی گفتیم نیا شیخ فری که با دست باز اینجا بتونیم صحبت بکنیم. بعضی کارا رو جلو هر کسی نمیشه کرد. یارو مهمونه یواشکی از بچه صابخونه پرسید که بچه جون شما کی ناهار میخورین؟ بچه گفت مامانم گفته هر وقت که شما برین. حالا برای که این مجلس دیگه خیلی هم خالی و سوت و کور نباشه، به عنوان دکور این دوتا رسم‌لاریجانی رو آوردیم اینجا نشوندیم برای شما. وضعیت عظمای بدبخت رو ببین که این یه جو مشنگ 2 قوه نظام تو دستشونه. البته همینجا بگم هر کی فکر میکنه که این یه جفت لاریجانی آدمای عوضی هستن خیلی اشتباه میکنه. من با این هر مخالفم، هیچ هم اینطور نیست، چون که اصلا آدم نیستن که عوضی باشن. ولی اگه کسی خواست این بدبختا رو مسخره بکنه، من جلوش وامیستم، بهش میگم که اول یه نگاه به اون آقایون اونجا بندازه که آدم ببینه تو مغزشون به جای قشر خاکستری قشر قهوه‌ای دارن همشون. همین باعث شده که عظما به این روز فلاکت بدبختی افتاده. الان نظام تو وضعیت اورژانسیه. عظما که جام زهر رو باید تا 4 بار دیگه همینجوری دستش نگه داره و روزی 3 وعده قرقره بکنه. به مشنگه گفتن چرا دواتو به موقع نمیخوری؟ گفت میخوام میکروبا رو غافلگیر کنم. از اون برم که خب وقتی عظمای نظام با رئیس مجمع تشخیص مصلحت بزنن به تیپ هم، دیگه حساب کنین که چی میشه. تا موقع که این داستان تنگ تکلیف بشه، تو بسیجی بدبخت میخوای چه کار بکنی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که خانومه زنگ زد بیمارستان، گفت آقا به دادم برسی، بچه‌م مداد قورت داده. گفتن الان میام اونجا. خانومه گفتش که خب تا اون موقع که برسین من چه کار کنم؟ دکتر گفتش که هیچی، تا اون موقع میتونیم با خودکار بنویسین. حالا نگاه کن دیگه چی شده که الان بعد 2 سال به قول زرقامی مشنگ میمه پسر حاجی رفسنجانی رو آوردن محاکمه کنن. حرفای فهه خواهرش هم
پخش میکنن، خبر یهر هم میدن. سین این این یعنی سیدعلی عظما چه کار داره میکنه؟ نامردا سر قضیه مذاکرات زدن با لغت تو کمر عضوای بیچاره ما که آدم نگاش میکنه دلش کباب میشه، کباب برگ با یه کوبیده اضافه. نگاه کن تا اسم کباب اومد اون فیروزآبادی چه برقی تو چشش زد. جعفری به پا کنار فیروزآبادی نشستی جنون گاوی نگیری، مصریه ها، همین جنون سوسکی که داری برای پشتمون بسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه تلویزیون رنگی دستش بود، داشت میرفت تو خیابون همینجوری به مردم میگفت کنار کنار رنگی نشین. جنون گاویش مصریه. داشتم میگفتم در مورد عظما، قدرت به زور بازو نیست. شما نگاه کنی همین مقام عظما دماغشو بگیری جونش در میره، ولی قدرت به زور بازو نیست، به عقله. البته خب تو این زمینه هم جونش در رفته. خب باشه، قدرت به عقلم نیست، به اینه که چقدر حرف تو بخونن، چقدر حرف تو بخونن. که البته وقتی به اینجا میرسیم باید برگردیم دوباره مقام عظما بگیم که مقام عظما برو همون زور بازو کار کن، شانست اونجا بیشتره. حالا زور بازو رو کجا میشه فهمید؟ سر پرونده میمه معلوم میشه که تو نظام کی دست بالا رو داره. بذار ببینیم چند سال حبس برای آمتی میبرن، بعد با هم صحبت میکنیم.